بلند شو و حرکت کن. رأس ساعت 6 صدای زنگ بیدارت میکنه، اما قبل از اینکه صداشو قطع کنی صدایی از ذهنت میاد. خیلی زوده، هوا تاریکه، زیر پتو بمون، اون بیرون هوا سرده. افکار ناامید کننده از هر طرف به مغزت هجوم میارن، از هر طرف صداهایی میشنوی که میگن بگیر بخواب، ادامه خوابتو ببین، اما تو از اونا نظر نخواسته بودی. وجود واقعیت میگه حتما دلیلی داشته که ساعت رو سر اون موقع کوک کردی. پس بلند شو، بشین، پاهاتو محکم روی زمین بگذار و به پشت سرت نگاه نکن. به دنیای حرکت و تلاش خوش آمدی. هر روز نبردی بین راه درست و راه آسون توی ذهنت به وقوع میپیونده. هزاران راه خودشونو بهت نشون میدن که همه میخوان بگن از